سوره ناس چراغ عقل و دله، هر کی بهش عمل کنه عاقله. تذکری برای هر غافله، چون سخنی الهی و کامله. ناس شر رو نشونت میده، مراقبت هست تا امونت میده، نوری به قلب و جسم و جونت میده، این رو خدای مهربونت میده. این سوره میگه دنیا هم رو باست، وسوسه های ظاهرش دل رو باست. دنیای ما پر از فریب و بلاست، نجات از این شر بزرگ با خداست. آی آدما گوش بکنید صدا رو، یکی میگه داره هوای ما رو، میگه ببین باطن این دنیا رو، تا نگذاری تو دام دنیا پارو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس. هر کسی تو وسوسه ها اسیره، باید که از خدا کمک بگیره. همین حالا وگرنه فردا دیره، فردایی که آدمی زاد میمیره، فردایی که آدمی زاد میمیره. فکر نکنیم دنیا همش میمونه، پیر نمیشه هر کسی که جوونه. دنیای ما مثل یک کاروونه که ما رو میبره به سوی خونه، خونه‌ای که آخر سرنوشته وصفش و قرآن برامون نوشته. یا که جهنم خراب و زشته، یا سرزمین نعمت و بهشته. حالا پاشو وظیفتو ادا کن، خدای مهربون تو صدا کن. زشتی رو از فکر و دلت جدا کن، روی دلت رو به سوی خدا کن. باید که چشما رو همه باز کنیم، باطن دنیا رو برانداز کنیم، یاد خدا رو با دل آواز کنیم، دوباره زندگی رو آغاز کنیم. این سخن خدا به پیغمبره، پیامبری که از همه برتره، همون که مهربون تر از مادره، برای آدمای خوب رهبره. سیره پیغمبر ما یه راه خوب که بهترین پناهه. نرفتنش خطا و اشتباهه، عاقبتش سیاهی و تباهه. پناه ما خدای فرمان رواست، رب و اله و ملک تواناست. پناه ما خدای پیغمبراست، پروردگار همه آدماست. دیگه جدا نمیشیم از این سوره، سوره‌ای که پر از صفا و
همیشه میخونیم خدا رو شکر